سلام، به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. کار ساخت بند پترو در پکتیا آغاز شد. اداره ملی تنظیم آب میگوید کار ساخت این بند 1.34 میلیارد افغانی هزینه برمی‌دارد و در مدت 3 سال کار آن تکمیل خواهد شد. این بند ظرفیت ذخیره 8.6 میلیون متر مکعب آب را سالانه خواهد داشت. فابریکه اسپینزر کندوز یک بار دیگر به فعالیت آغاز می‌کند. این تصدی در بخش روغن و سابونسازی فعالیت می‌کند که در جنگ‌های داخلی متضرر شده بود. مقامات گفتند برای این تصدی 5 ماشین به ارزش $120,000 آمریکایی خریداری شده است. در ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار یک مکتب به ارزش 550,000 یورو ساخته و به بهره برداری سپرده شده است. مسئولین میگویند این مکتب دارای لابراتوار مجهز ساینسی، کتابخانه، شبکه برق آفتابی، صنف کامپیوتر، میدان‌های ورزشی و اتاق‌های درسی می باشد. تعمیر شاروالی پل علم لوگر به ارزش 24 میلیون افغانی ساخته شد. محمد اجمل شاپور والی لوگر میگوید این تعمیر دارای 15 اتاق، مهمانخانه و تالار جلسات می باشد که در 4 منزل ساخته شده است. وی می افزاید مصرف این تعمیر از بودجه انکشافی شاروالی داده شده است. تولید عسل پکتیا در سال جاری به 900 تن رسیده است. مسئولین زراعت و مالداری پکتیا میگویند در این ولایت 450 فارم زنبور عسل فعالیت میکند. مقامات گفتند توزیع دوا برای فارم ها سبب افزایش تولید عسل شده است. افغانستان در یک هفته گذشته 3500 تن اموال تجارتی را از طریق خط آهن به خارج از کشور صادر کرده است. مقامات میگویند این اموال از حیدتان، مزار شریف، هرات و ترغندی به ترکیه، ایران، ازبکستان و قزاقستان صادر شده است. تولیدات صنعتی چوب در ولایت کنر افزایش یافته است. وزارت صنعت و تجارت میگوید در این ولایت یک شرکت به ارزش $2,700,000 آمریکایی بر صنعت چوب سرمایه گذاری کرده است. این وزارت افزوده است که اکنون در این شرکت 300 تن مصروف کار هستند. در ولایت لغمان پارک دکتر محمد ظاهر به ارزش 34 میلیون افغانی ساخته و به بهره برداری سپرده شده است. انجینیر نظیف الله الکوزه شهروار مهترلا میگوید این پارک در 75 جریب زمین در مدت 1 سال ساخته شد. در ولایت ننگرهار به همکاری سکتور خصوصی یک مارکت سبزی و میوه‌جات به ارزش 4 میلیون دلار ساخته شده است. مقامات میگویند با ساخت این مارکت به هزاران تن دهاقین ولایت ننگرهار و ولایت همجوار زمینه فروش تولیداتشان فراهم شده است. و مقامات از تولید 800 تن عسل در سال جاری در ولایت تخار خبر می‌دهد. وزارت زراعت میگوید در این ولایت 400 فارم زنبورداری فعالیت می‌کند که دارای 9000 صندوق زنبور میباشد. این بود خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.